مدعیان معمولی. چه بر سر بیگ فور ایران اومده؟ هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر توی شرایطی به پایان رسید که 3 تیم از جمع 4 تیم مدعی از رسیدن به پیروزی باز موندن. 25مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران محلی برای افول تیم‌های مدعی شده. همون 4 تیم متمولی که از خرج کردن ابایی ندارن ولی برای گرفتن 3 امتیاز هر بازی حسابی خساست به خرج میدن. نشونهاش بسیار فراوونه. اونا بیش از این که توی کارنامه‌شون پس از 5 هفته برد داشته باشن به مساوی رضایت دادن. گویی طبق یک قانون نانوشته عهد بستن اولویت رو کسب مساوی بذارن و اگه فرصتی دست داد نیمچه حمله‌ای هم برای رسیدن به برد داشته باشن. تراکتور صدرنشینی که صدرنشین نیست. واسه ورود به این بحث ابتدا باید با تراکتور شروع کرد، مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر. این روزا این تیم در حالی صدرنشینه که شرایطش گول زننده به نظر میرسه. تراکتور نشونی از تیم بیرحم فصل گذشته نداره. اونا از 15 امتیاز ممکن توی همین ابتدا 7 امتیاز رو هدر دادن. تیمی که فصل گذشته تبدیل به کابوسی برای رقبا شده بود توی این فصل در مسیر معمولی شدنه. اونا همین حالا یه باخت و 2 تساوی دارن تا روشن بشه برای داشتن برچسب بیرحم‌ترین تیم لیگ نیاز به وسواس بیشتریه. تازه شرایط این تیم روی کاغذ از بقیه مدعیان بهتره. اونا تغییری روی نیمکتشون نداشتن و کم و بیش با ثبات‌ترین تیم ممکن به شمار میرن. مورد عجیب درباره اونا این که در حال این روزا بالای جدول نشستن و صدرنشین شدن که صدرنشین واقعی نیستن. اگه از فجر سپاسی 6 امتیازی 3 امتیاز کسر نشده بود بالای جدول در اختیار شیرازی‌ها قرار داشت. تراکتور با این رویه کار سختی برای دفاع از عنوان قهرمانیش داره، البته اگه حال رقباش خوب باشه. پرسپولیس تیم نباز ولی محتاط. پرسپولیس بهترین تیم ایران توی دهه اخیر به لحاظ کسب دستاورد قهرمانی مدعی دیگه‌ایه که حال و روز چندان خوشی نداره. حداقل اینکه مثل یک تیم مدعی نشون نداده و امتیازات زیادی رو توی همین 5 هفته ابتدایی از دست داده. تیم وحید هاشمیان از 15 امتیاز ممکن زیر 50% رو کسب کرده و با 7 امتیاز تو تعقیب تیم‌های صدرنشینه. با این حال واضحه همچین میانگین امتیازی اصلا در حد تیمی که قراره به یه جام دیگه بوسه بزنه نیست. پرسپولیس شرایط عجیبی داره. اونا توی این فصل 1 بازی رو بردن و 4 تای دیگر رو مساوی کردن. تنها نقطه مثبت فصلشون همینه که باختی نداشتن، اما به قدری محتاط و دست به عصا حرکت کردن که حال هواداراشون حسابی گرفته است. اونا خوششانسن، سایر رقبا هم حال روز بدی دارن، وگرنه کیه که ندونه اوضاع واسهشون میتونست وخیم‌ترم باشه. سپاهان کجدار و مریض. سپاهان هم از تغییرات در امان نمونده. اونا تا قبل از هفته 5 به معنای واقعی ضعیف‌ترین عملکرد و در بین بیگ فور داشتن. با این حال کسب اولین پیروزی تو هفته 5 سپاهانو از بحران واقعی نجات داده. محرم نویدکیا ابتدای همین فصل هدایت سپاهانو دوباره به عهده گرفته، اما نتایج اون مثل تیمای دیگه مدعی چنگی به دل نزده. تنها تفاوت این تیم با سایرین توی این بوده که بازی‌های ابتدایی سخت‌تری داشته. محرم یک جدال با پرسپولیس و یک جدال با تراکتور داشته که دست بر قضا هر دوتاشون رو واگذار کرده. تو بین تیمای مدعی سپاهان تنها تیمیه که تا به الان 2 شکست توی کارنامه‌اش ثبت کرده. درسته که باز هم نسبت به اختلاف امتیازی با صدر جدول محرم و تیمش عملکرد بدی نداشتن، اما تأکید روی این گزاره شرح حال کاملتری از اون خواهد داشت. یعنی سپاهان تا به همین جا 10 امتیاز از دست داده و فقط 5 امتیاز کسب کرده. استقلال پر سر و صدا ولی بی خطر. استقلال آخرین تیم از جمع 4 تیم مدعیه که حال روز خوشی در ابتدای فصل نداره. اونا بردن و فراموش کردن و 4 هفته متوالیه که با از دست دادن امتیاز دست و پنجه نرم میکنن. شرایط هم واسهشون بدتر هم شده، چرا که علاوه بر این شرایط موجود تو لیگ برتر، تو لیگ قهرمانان آسیا 2 هم شروع فاجعه باری داشتن و موجب عصبانیت هواداراشون شدن. مشخص نیست چه بر سر این تیم اومده که مثل بیشتر مدعیان بیش از این که امتیاز کسب کنن امتیاز هدر دادن. استقلال از 5 بازی فقط 6 امتیاز گرفته که به خوبی توصیفی واسه شرح حال ریکاردو ساپینتو و تیمشه. ریکاردو هم تازه ترین مربی تیم‌های مدعیه که شعار حیا کن رها کن شنیده تا مشخص بشه کار سختی واسه کسب اعتماد دوباره هواداران آبی پوش داره. لیگ امسال خیلی لیگ عجیب و غریبیه. واقعا هم
این 4 تیم بزرگ در حد یک مدعی نشون ندادن. همشون هم نکات مثبت دارن هم نکات منفی. مثل پرسپولیس که توی این هفته‌های اخیر برد نداشته و گل زدن براش سخت شده، اما نکته مثبتش اینه که گل هم نخورده و پیام نیازمند 3 کلین شیت رو انجام داده. این نکته مثبتشه. یا استقلال ساپینتو می‌بینیم که خیلی راحت دروازش داره باز میشه، اما از اون برم موقعیت‌های زیادی رو ایجاد میکنن و گل‌های خوبی میزنن. آمار استقلال توی این فصل به غیر از سوپر جام و بازی با الوز تو لیگ قهرمانان آسیای 2 101 شوت رو به سمت دروازه حریف زدن که از این 101 شوت حدود 35 الی 40 تاش تو چارچوب بوده که فقط 7 تاش گل شده. اما این نشون میده که استقلال ساپینتو خیلی خوب میتونه موقعیت ایجاد کنه. حالا شاید موقعیت‌های خطرناکی نباشن، اما هرچی بشه بیشتر روی دروازه حریف موقعیت ایجاد کرد، شانس گلزنی هم زیاد میشه. اما از اون ور نقطه ضعف بزرگ، شوتای از راه دور خیلی راحت میرن تو گل. مدافعین اشتباهات خیلی ساده ای انجام میدن. تیم استقلال به قول دوستی باید پوست خودش رو بکنه تا بتونه اون جلو یه گل خیلی زیبا و تماشایی بزنه. از این ور مثل آب خوردن یه توپ میاد روی دروازه و گل میشه، یه شوت از راه دور زده میشه و گل میشه. اینا نکات مثبت و منفی تیم‌های بزرگ این فصل. تراکتور و سپاهان هم از این قاعده مستثنا نیستن. نمیدونم حالا دوریه که این 4 تیم مدعی مثل همدیگه دارن بازی میکنن و نتیجه میگیرن، اما اگه تیمی توی هفته‌های آتی بتونه یه خورده شرایطش رو منسجم‌تر کنه و بازی خوبی ارائه بده، میتونه همین ابتدای مسیر قهرمانی رو واسه خودش تثبیت کنه. من نمیدونم، واقعا واسم سخت و عجیبه که بگم چه تیمی قراره در هفته‌های آتی بهتر نتیجه بگیره. اما چیزی که دارم میبینم تیم تراکتورسازی تبریز به خصوص توی این فصل تغییرات کمتری داشته. مربیش، بازیکن‌ها، کادر به ایرانوند یه جورایی داره اضافه میشه که دیگه باشه در این تیم، و اینکه تیم مدعی عنوان قهرمانی ان، پارسال قهرمان شدن و شاکله تیم حفظ شده. اگه بخوام روی کاغذ و منطقی نگاه کنیم، من احتمال رو به این میدم که تراکتورسازی تبریز بتونه خودش رو از مابقی رقباش جدا کنه و بتونه امسال هم قهرمانیشو دبل کنه. از اون ورم سپاهان محرم نویدکیا بسیار پرنوسان نشون داده، اما بازی‌های بزرگی مثل بازی پرسپولیس رو که باختن، اگه کلیت بازی رو بخوایم نگاه کنیم، سپاهان یک آمار خیلی خوبی رو توی اون بازی ارائه داد، فقط گل نزد. اما تو بازی‌های بعدیش خیلی این کارکردی که تو بازی پرسپولیس ارائه دادن و ما ندیدیم ازشون. کمان که می‌بینیم سید حسین حسینی مصدومه، یه سری از بازیکنان نتونستن خودشونو به فرم ایدئال خودشون برسونن. اما چیزی که مشخصه، سپاهان محرم نویدکیا اگه بهش میدون بدن، هوادارا یه خورده صبور باشن، فرصت درست حسابی بدن، میتونه خودشو بلند کنه و یه سر و سامونی به تیمش بده. و اما پرسپولیس وحید هاشمیان که یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران هستش، چه در فوتبال باشگاهی و چه در ملی، واقعا در حد و اندازه یک مهاجم و بازیکن تمام عیاری واسه فوتبال ما خودش نشون داد و سالها هم در فوتبال سطح یک اروپا بازی کرد و درخشش خیلی خوبی داشت. وحید هاشمیان هم فوتبال پرنوسانی رو نشون داده، چیزی که بعضی از کارشناسان یا منتقدان فوتبالش رو شبیه فوتبال جواد نکونام توصیف کردن. اما به نظرم فوتبال وحید هاشمیان مختص خودشه. تنها نکته مبهمی که در رابطه با وحید هاشمیان وجود داره اینه که مابقی مربی‌هایی که تو این 4 تیم بزرگ ایران دارن مربیگری میکنن، ما یه پیشینه‌ای از قبلشون داریم، چه اسکوچیچ، چه محرم نویدکیا و چه آقای ریکاردو ساپینتو. میدونیم که در سالهای گذشته و زمانی که تیم‌های مختلفی تو ایران داشتن به چه شکل بازی کردن یا تاکتیکشون به چه شکله. اما وحید هاشمیان نقطه مبهمش به همین شکله که ایشون امسال سرمربیگری پرسپولیس تهران رو بر عهده گرفتن و ما هیچ پیشینه‌ای از گذشته ایشون در رابطه با مربیگری نداریم که بدونیم آیا میشه اعتماد کرد بهش یا نمیشه. البته نکته‌ای که لازم میدونم الان بگمش اینه که پرسپولیس یه خورده بدبیاری هم آورده. مدیریت اون بازیکنایی که وحید هاشمیان مد نظرش بوده رو خوب نتونسته تهیه کنه، تا جایی که در اسکواد و لیست پرسپولیس جاهای خالی مختلفی دیده میشه. مهاجمی رو جذب کردن که به دلیل مشکل پزشکی هپاتیتی که گفتن آقای سرج اوریه نتونسته با تیم همراهی کنه.
و اینکه این پرسش هم هواداری پرسپولیس دارن که آنتونی آدان دروازه‌بان استقلال که توی لالیگا هم دروازه‌بانی کرده 1 سال از شرایط فوتبال دور بوده و الان می‌بینیم که هنوز نتونسته خودش رو به مرز آمادگی برسونه و اشتباهات بچگونه‌ای انجام میده. سرجوری هم اگه بیاد برگرده با همه این حواشی که توی پیش‌فصل شروع شد براش تا به همینجا، ایشون هم 1 فصل از شرایط فوتبالی دور بوده تا بخواد بیاد خودش رو هماهنگ کنه. آیا میتونه نتیجه بده یا خیر؟ بازیکن‌های دیگه‌ای که می‌خواست وحید هاشمیان و نگرفتن و پرسش بزرگی که همه هوادارا و کارشناسا دارن، چه اتفاقی افتاده برای تیم پرسپولیس یا لیست پرسپولیس که میلاد محمدی که تخصصی در دفاع چپ یا هافک چپ میتونه استفاده بشه ازش، در دفاع راست داره بازی میکنه، یا فرشاد احمدزاده که در پست چپ میشه ازش استفاده کرد داره از پست راست ازش بازی میگیره وحید هاشمیان. اینها سوالاتی هست که هوادارهای پرسپولیس یا کارشناسا دارن چه اتفاقی افتاده. یا سلکی که داره به سرنوشت آرش رضاوند تو استقلال گرفتار میشه و همه انگشت‌ها به سمتش داره گرفته میشه که با کوچکترین لغزشی خیلی راحت زیر پاش خالی میشه و باید خیلی تمرکزش رو جمع کنه تا بتونه نتایج خوبی رو برای تیم پرسپولیس کسب کنه. اینا جنبندی کلی بود از این چند هفته‌ای که دیدیم از 4 تیم بزرگ فوتبال ایران. حالا شاید ما شگفتی داشته باشیم امسال مثل فجر سپاسی یا تیم‌های دیگه و بتونن برای خودشون اسم رسمی به هم بزنن و حتی ببینیم که در پایان لیگ یه تیمی بغیر از این 4 تیم بزرگ قهرمان لیگ ما شده که در گذشته این اتفاق سابقه داشته، مثل استقلال خوزستان که اومد قهرمان شد، یا سایپا رو داشتیم که قهرمان لیگ ما شده با مربیگری علی دایی. تیم‌های دیگه‌ای هم بودن که الان نیستن، مثل پاس تهران که به قولی از دوستان هدیه دادن، هبش کردن به همدان و الان اون پاسی که قهرمان آسیا شده بود وجود نداره. یا تیم‌های دیگه‌ای مثل فولاد خوزستان که سابقه قهرمانی در لیگ ما داره و مربی خوبی هم اتفاقا دارن، یحیی گل‌محمدی که بعضی وقتا گمان زنی در رابطه با اینکه اگر وحید هاشمیان روزی نخواهد باشه یحیی گل‌محمدی میتونه جایگزینش در باشگاه پرسپولیس باشه، مثل سالی که مشهد بود و نیم فصل به پرسپولیس اومد و پرسپولیس توی همون سال قهرمان شد. در کل من هم مثل شما خیلی مشتاقم تا ببینم چه اتفاقی در هفته‌های آتی در فوتبال ما میفته، اما از این شرایط میدونم که خیلی‌ها راضی نیستن، خیلی از طرفدارا حالشون بده، ناراحتن. تیم‌های بزرگ اگه نتیجه نگیرن انگار فوتبال ما نتیجه نگرفته، فوتبال ما نتیجه نگیره هوادار ناراحته، هوادار ناراحت باشه یعنی خون خوبی جریان نداره تو پیکره رگ‌های فوتبال ما. و جمله‌ای که توی کرونا گفتم، فوتبال بدون تماشاگر مثل آلبرت انیشتینی میمونه که آلزایمر گرفته. درود. نظر شما در رابطه با هفته‌های آتی چیه؟ به نظر شما چه تیمی میتونه خودشو بکنه و نتایج خوبی رو نشون بده؟ میدونم شاید خیلی زود باشه، اما به نظرتون قهرمان امسال لیگ برتر ایران چه تیمیه؟ خوشحال میشم توی کامنت‌ها واسمون بنویسید. شاید اگر اون روز برسه شرایط یه خورده خوب باشه میتونیم برای کسایی که کامنت نوشتن، کامنت درست گذاشتن، یه هدیه جزئی ناقابلی هم به اندازه توان خودمون واسش تهیه کنیم. تو کامنت ها نظرتون رو بنویسید. تا ویدیوی بعدی از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. روزگارتون سبز و خوش. بابت تماشای این ویدیو از شما دوستان عزیز تشکر میکنیم. برای اینکه بتونیم مسیر رو بهتر پیش ببریم نیاز به حمایت‌های دلگرم کننده شما دوستان عزیز داریم. کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. کانال ما تازه تأسیسه و به حمایت شما دوستان بسیار بسیار نیاز داره. نقد، انتقاد، نظر و پیشنهاد هر چیزی که هست رو خوشحال میشم که در کامنت ها با ما در میون بذارید. ارادتمند شما.